هر کسی که روز نوروز جشن کند و به خرمی پیوندد تا نوروز دیگر عمر در شادی و خرمی گذارد. بزم نوروزی بیارایید تا همگان برقصند و شادمانی نمایند. طبق منابع معتمد و سرچشمه‌های تاریخی، پیشدادیان اولین و قدیمترین سلاله آریایی بودند و در بخش اشت‌های اوستا آثار پهلوی با شمول مینوی خیرت، بندهشن و امثال اینها درباره آنان سخن می‌رود. شاهان سلاله پیشدادی به روایت حکیم فردوسی 10 نفرند که هر یکی از پادشاهان پیشدادی عناصر مدنیت و فرهنگ را به مردم خود آموزاندند. از اینجاست که پیشدادیان را چون قهرمان مدنیت آموز نام میبرند. شاه جمشید پیشدادی دوره طلایی فرهنگ و سیاست و سلطنت آریایی را اساس گذاشت. نوروز از زمره اولاترین جشن‌های ملی و مردمی و تاریخی ماست که آن را با نام شاه پیشدادی جمشید توأم می‌دانند که در روزگار شاهنشاهی او آغاز گردیده است. نوروز این روزی نخستین سال نو خورشیدی و یا که به تعبیر دیگر روزی نخستین هفته نوی، ماه نوی، سال نوی خورشیدی است. خب نوروز این نه تنها برابری روز شب، بلکه این یک غالبیت نور بر ظلمات و غالبیت سرور و شادمانی بر غم و اندوه است. نوروز این آیین‌نامه رسم و رسوم و جشن‌های تاجیکان است که می توانیم بگوییم که افتخاری زایش تمدن را در آغوش دارد. جشن نوروز یکی از جشن‌های قدیمترین مردمی آریایی تبار است که از زمان جمشید پیشدادی آغاز می شود و موافق سرچشمه‌های تاریخی و این سرچشمه‌های تاریخی که ما در دست داریم، پیش از همه شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، نوروزنامه عمری خیام، آثار الباقی ابوریحان بیرونی و دیگر نوروزنامه‌هایی که بعدا نوشته شدند، همه گواه از آن هستند که در حقیقت آغاز نوروز از زمان جمشید پیشدادی است. عامل اساسی مثلا به شاه جمشید نسبت دادن یا فرض کردیم کشف کردن همون برابرشوی شب و روز از نقطه نظری همون غلبه نخستین شاه جمشید که و بر ضد مثلا دیوها یا قوای منفور غالب آمد. ببینید اینجا هم عقیده‌های فلسفی جای دارن که برده به شاه جمشید نسبت میدن و توسط همین میفولوژیا یا توسط همین اسطوره چنان برده میرسونن که بیا همون لحظه برابرشوی شب و روز بیا کشف کرده شد. یعنی وقتی که تختی از زر ساخته شاه جمشید رو پس از غلبه به آسمان میبردارن، همون لحظه آفتاب و برج حمل یا برج بره برابر شده بود و سایه همون تخت در یگانجا پدید نمیاد و او با نجوم شناسان و دیگر محققان دربار دستور میده که دریابی برای چین حالت رو خود آنها میگویند که همین لحظه آفتاب به نقطه اوج علای خود رسید و شب و روز الکی برابر است و چون میگوید که این نقطه رو دریافتن فرمود که شهر آیین بندند، جشن بزرگ تجدید کنند و آن روز رو روزی نو، یعنی که کشف کردن روزی نو و همین جشن نوروز آغاز میکردند.
و سیبرگه ها در باغ و بوستان آمده است. جشن نوروزی کنون عید جهانی گشته است. این به سعی و کوشش امام رحمان آمده است. نوروز در اصل جشن زندگی ساز و آغاز حیاتی نو است. در ایام نوروز طبیعت احیا شده، محض با همین سبب در جان و روح انسان هم امید تازه به زندگی کردن و ایجاد کردن و آباد کردن و زیبایی آفریدن دیگر باره زنده می گردد. زمانی بود که این جشن مردمی بود، جشن شاهنشاهی بود، جشن تمام مردمی آریای تبار، قوم‌های آریای تبار بود. زمانی شد که این جشن قریب از بین می رفت، ممنوع اعلام کردن، حالا که جشن نوروز به یک حادثه با پرگی، حادثه طبیعی اساس یافته است، یعنی برابرشوی شب و روز بهاری، اعتدال بهاری و آغاز گرمشوی و آغاز زنده شوی طبیعت است. از طرف دیگر فلسفه نوروز پیش از همه فلسفه آزادی است، آبادی است، فلسفه بخشش گناه ها است، فلسفه آغاز زندگی نو و روز نو است در زندگی انسان ها. نوروز این والاترین و زیباترین شناسنامه است که صدای قلب هر یک تاجیک و تاجیکستانی در او ذکر گردیده است و مثل یک آینه است که تمام جشنهای ما را جلوه می دهد و ما خود را در آن می بینیم و می شناسیم. تاریخ نوروز این تاریخ آیین، تاریخ فرهنگ، تاریخ عنعنه، تاریخ سنت، تاریخ مراسم و تاریخ تمام جشنهای ملی تاجیکان بوده، یکی از بزرگترین جشنهای ملی محسوب می یابد. حکیم فردوسی توسی در کتاب شاهنامه میگه که این نوروز را عید روح بخش یعنی عید جان بخش میگه، به اون خاطر که طبیعت در این فصل زنده می شود و وقتی که ما به سرچشمه های علمی تاریخی نظر می افکنیم می بینیم که در آثار ادیبان، شاعران، دانشمندان و بالاتر از همه مورخین ما جشن نوروز به زمان یکی از بزرگترین و مقتدرترین شاهان پیشداده یعنی اسم شاه جمشید رقم زده می شود. در فصل بهار و ایام نوروز زمین قبای سبز به بر می نماید. مرد دهقان به کارهای بهاری آغاز می کند. با امید و نیت به دست آوردن حاصل فراوان و تأمین نمودن برکت دسترخوان مردم به زمین دانه می پاشد. تازه و آزاده کردن منزل زیست از جمله خانه سفید کنی به امید فیض و برکت و نور و روشنایی، بیرون برآوردن شکست پاره ها و از گیاه و علف های بهاری آماده کردن هر گونه طعام های ملی از جمله عنعنه های می باشند که مردم ما آنها را از قدیم تا به امروز رعایت می کنند. یکی از عنعنه هایی که بار اول و یا که در دوره آغاز بهار به چشم می رسد این عنعنه گلگردانی هست که بیشتر در بین کودکان به چشم می رسد. اینچنین در بین دختران نیز عنعنه بختکشایان بیشتر در بین تاجیکان سمرقند و بخارا دیده می شد و همزمان چنانی که ما و شما می دونیم یکی از عنعنه های بسیار هم مهم نوروز آن است که مردم رو به تازگی میارند، رو به آبادانی میارند، یعنی آنها خانه های خود را، حوله های خود را، کوچه های خود را، شهر خود را تازه میکنند تا که تمام سال همین تازگی به آنها همبستگی بیارد و دلبستگی بیارد. در آمدی بهار گلها خیلی زیاد هستند. گلی زردک، گلی دوغک، گلی سفیدک، گلی سیاهگوش، گلی نوروزی، این گلها برآمد میکنند، معرفی میشن گلها. اما گلی سیاهگوش شاه این گلها هست که خصوصا از همه زیادتر در سیاهگوش رو مثلا در عید نوروز ترنم میکنن و مثلا شعری هست که
گلی سیاهگوش، هفت رنگ است، خوراک کبک دلتنگ است و خیلی زیاد در بین مردم عنعنه‌های مردم رفته است و واقعا نوروز نه تنها طبیعت زنده را معرفی میکند بلکه به ذهن تفکری مردمی مثلا غیر یا که مردمی دیگر هم تاثیر خیلی جدی رسونده میتونه. عنعنه‌ها یا مراسم‌هایی که در داخل جشن نوروز از جانب خیلی مردم با تجربه مردم تاجیک در زمان طولانی تاریخی آفریده شده است به خاطر در روحیه دوستی و رفاقت، سرجمی، دوست داشتن طبیعت و محیط، دوست داشتن انسان‌ها، دوست داشتن حتی جانورها در دایره همین ساخته میشد و با این وسیله نسل نوروز رو آنها در عرفه جشن نوروز و دیگر جشن‌های ملی که بود تربیت می‌کردند. مخصوصاً فلسفه نوروز از هم مهمتر این تحمل پذیری است. تحمل پذیری بین تمام اقوام جامعه انسانی است که مخصوصاً ما از تاریخ می‌دانیم وقتی جمشید شاه جمشید پیشدادی نوروز می‌کرد از تمام قلمرو کشورش مردم نوابسته از دین و مذهب، نوابسته از زبان، نوابسته از آنی که در کدام مناطق زندگی میکنند جمع می اومدند، خوان نوروزی میگستردند، خرسندی و شادی میکردند. در آنجا بسیار هم برنامه‌های فرهنگی داشتند، هم ورزشی داشتند، اسب‌دوانی بود، کمانکشی بود، گوشتگیری بود، دیگر اینا همش اساس یک بود که مردم سرجم بیایند، یکدیگر را تحمل کنند و یک فلسفه تحمل پذیری در همین عرفه نوروز در وجود انسان ها جای خود موقع خود پیدا کنند که من بعد مردم توانند در صلح و ثبات و یکدیگر فهمی که باز تاکید میکنم که این روز انسانیت بیش از هر وقت به این چیز نیاز دارد روی آورند. نوروز این نه تنها یک جشن ملی بلکه این مکتب است، مکتبی آموزشی جشن‌های ملی، مکتبی پژوهشی علم‌های کیهانی و نجومی و همزمان فلسفی و ادبی بوده. این چنین یک مکتب محتشم افتخارات ملی نیز به حساب می رود. نوروز این یک آیین پاک است که از اجدادان قدیم و ما میراث مانده است و ما می توانیم بگوییم که او همچون یک پل و یا کوپرک و یا پیوندگر است که گذشته رو به امروزه و امروزه رو به آینده می پیوندد. نعمت استقلال و آزادی و آرامی و ثبات جامعه جهت تحقیق و آموزش تاریخ پرغناوت ملتمان، سنت و عنعنه‌ها، رسم و آیین‌ها و تجلیل گسترده جشن‌های اصیل ملی سده و نوروز، تیرگان و مهرگان و احیا و عاموی گردانیدن آنها تمام زمینه و امکانیت‌ها را فراهم آورده است. احیای جشن نوروز و جهانی شدن آن همچون جشن نوروز بین المللی با نام و کار و پیکار پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان توأم است و ملت ما میراثبر حقیقی این جشن و در اصل ملت نوروز است. خوشبختانه در زمان صاحب استقلالی کشور بعد از رسیدن به استقلال پوره سیاسی و دولتی توسط زحمت، توسط سیاست فرهنگ پرورانه، توسط سیاستی که در محک آن ارزش‌گذاری به ارزش‌های تاریخی فرهنگی سنت‌های مردمی است، نوروز دوباره احیا شد توسط همین سیاست پیشگرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت محبوب کشورمان محترم امامعلی رحمان 23 فوریه سال 2010 یعنی هنوز 15 سال مقدم در اجلاسیه 64 عمومی سازمان ملل متحد ما توانستیم که با پیشنهاد این فرزند فرزانه ملت تاجیک جشن کهن‌ترین اقوام آریایی نژاد یعنی نوروز را بین المللی کنیم و امروز خوشبختانه در سرتاسر دنیا این عید در عالم تجلیل کرده می شود و هر وقتی که سخن از نوروز می رود، سخن از احیا کردن طبیعت می رود، حتما اسم جمهوری تاجیکستان و رهبر اول دولت پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان رقم زده می شود. خوشبختی ما شما آن است که امروز در روند بسیار تضادهای جهانی شوی که
بسیار خطرهای جدی به فرهنگ‌های کشورهای ما و شما دارد. یک گوشه، یک صحنه تاریخی و فرهنگی مقدس ما و شما جهانی گشت. این بسیار ظفری بزرگ است. بعد 6000 سال فهماندنمان در کار بود، اثبات کردنمان در کار بود، دلیل در کار بود. چون که قطعنامه سازمان ملل متحد در صورتی قبول کرده می شود که بیش از 145 دولت دنیا آن را جانبداری می کند و همین طور هم شد. در قطار دیگر تشبس‌های جهانی که پیشوای معظم ملت ما کردند، این تشبس نیز امروز از جانب جامعه جهانی دستگیری یافته است و در تمام کشورهای حوزه نوروز امروز تجلیل نوروز تقلید و تجلیل نوروز تاجیکانه است و حتی اون کشورهایی که قبلا نیز نوروز جشن می‌کردند اما با سابقه‌های معلوم، مثلا در دیگر کشورهای فارسی زبان که امروز در آنها تا اندازه قریب تجلیل نوروز به شکل عمومی غیر امکان گردیده است، امروز و نوروز ما رو می‌آورند، از نوروز ما می‌آموزند و به واسطه نوروز ما رو امروز تقلید می‌کنند. رسما جهانی شدن نوروز این باعث افتخار ما است و این سخن‌های نیک را بارها پیشوای معظم ملت در برآمدهای خود ذکر نمودند. باید تذکر داد که ما جشن نوروز را نه تنها دوباره توانستیم که زنده گردانیم و بلکه ما توانستیم که او را به سطح باز هم بالا، یعنی به سطح جهانی رسانیم. جمهوری تاجیکستان در گسترش و حفظ عنعنه‌های نوروز نقشی مهم دارد. همه ساله در دوشنبه و دیگر مناطق کشور چرابینی‌های بزرگ نوروزی برگزار می‌شوند که نه تنها تاجیکان بلکه مهمانان خارجی را نیز به خود جلب می‌کنند. زنده و احیا کردن جشن‌های ملی یکی از سمت‌های اساسی فعالیت پیشوای معظم ملت بود و همین بود که زینه به زینه علاقه جشن و آیین‌های ما از نو احیا گردیدند، دوباره شکل مردمی گرفتند و امروز مردم به آنها توجه می‌کنند. خب ما می‌دونیم که جشن نوروز یکی از جشن‌های اولین بود در فرهنگ مردم تاجیک دوباره احیا گردید. تشبسکاری اساسی احیا گردیدن جشن نوروز، سطح بین‌المللی گرفتن جشن نوروز، برای خط رپرزنتاتیو یونسکو ثبت نام کردن جشن نوروز پیش از همه که جهانیان اعتراف میکنند این پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان هستند. بعد از اعلام گردیدن روز بین المللی نوروز از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سال 2010 در ناحیه دنقره اولین مرتبه جشن بین المللی نوروز با اشتراک پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و سابق پرزیدنت ترکمنستان، رئیس عملکننده خلق مصلحتی ترکمنستان گوربانگولی بردیمحمدov تجلیل گردید. سران دو دولت با اشتراک خود به جشن بین المللی نوروز شکوه خاصه بخشیدند. پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان نوروز را یک جزء مهم فرهنگ و خودشناسی ملی معنی داد کردند. محض با تلاش‌های پیشوای ملت این جشن در تاجیکستان با شکوه و عظمت خاصه تجلیل می شود و مقام جهانی گرفته است. پرزیدنت مملکت نوروز را رمز صلح، دوستی و وحدت دانسته همیشه مردم را به گرامی داشتن این جشن بزرگ دعوت می‌کنند. باعث خوشنودی و سرفرازی همه ماست که از همین سال اعتباراً جشن دیرینه نیاگان ما نوروز خجستپای که با پیشنهاد تاجیکستان و پشتیبانی یک قطار کشورهای جهان چندی پیش از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز بین المللی نوروز کرده شد، در سراسر جهان با شکوه و شهامت خاصه تجلیل می گردد. اگر عمر خیام نوروزنامه نوشته باشد، در زمان صاحب استقلالی اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت سه مسئله خیلی مهمی که وابسته به نوروز بودن آنها رو بالا برداشت، بلند و بالا برداشت. یکم ساختمان کاخ نوروز، این شاه اثر است، شاهکاری است که نشانه نوروز است. دیم کمتر بالاتر از کاخ نوروز نوروزگاه داریم
که در زمان صاحب استقلالی با ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت ساخته شده است، جای بزم نوروزی است. سومین چیزی که در این زمان خیلی رشد یافت، این از همه مهم چکن است. کرتا یا این که لباس چکن و تاقی چکن که این معرفیگری مثلا تمدن آریایی هست و نقش هایی که در اونجا هست، مثلا صورت خورشید با خیلی مویک های زرد مثلا دوخته شده است. این خودی معرفیگری همین نوروز است، معرفیگری مثلا زیبایی نوروز است، معرفیگری تمدن نوروز است. این همه دلیل های تاریخی رو پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان، این فرزند فرزانه ملت تاجیک که توانست تاریخی بیش از 1000 ساله های این ملت را نه تنها برای ملت تاجیک بلکه برای جامعه بین المللی ثابت کند که این عید بشری است، این عید بین المللی است. این پایبند به یگان دین، مذهب و اقوام نیست. این واقعا هم عید است که طبیعت از نو زنده می شود. جشن نوروز ما البته تجلیل میکنیم، هم میآموزیم سنت های نوروزی که قبلا در تاریخ بوده است و هم با در نظر داشتی دستاوردهای تکنیک و تکنولوژی و آن یک تحولاتی که در زندگی مردم در عصر 21 است، جشن نوروز باز هم بایتر می شود، یعنی سنت های نوروزی، ارزش های نوروزی باز هم بایتر می شود و آمادگی به جشن شروع می شود و در دایره همون تاریخی که ما داشتیم که 13 روزه که آمادگی به نوروز است و بعد نوروز آن کارهای آبادانی، پیش از همه آبادانی، پاکیزه کاری، بخشش گناه ها است و بعدا از آن آغاز کشتکاری بهاری است، آغاز روی آوردن به زمین است، آغاز زندگی دوباره طبیعت است که این همه شروع خواهد شد و در شکل نو برگزار خواهد گردید. سازگستان ما صاحب استقلال گردید، دیگر برای تجدید جشن‌های ملی مخصوصا پیش از همه خود پیشوای معظم ملت اقدام کردند و در دوباره احیا کردن جشن‌های ملی ما سهم بسیار بارز گذاشتند و با تاکید ایشون مثلا محققان از پی تحقیق آموزش یعنی جشن‌های ملی شدند. دستور مثلا رساله‌های علمی و کتاب‌های زیاد درباره نوروز چاپ شد و تاریخ مثلا برگزاری رسم و عنعنه‌های سنت‌های نوروزی که در میان مردم از قدیم معمول بود دوباره احیا کرده شد. پس از مقام بین المللی کسب کردن جشن نوروز، همساله در تاجیکستان، افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان، قزاقستان، آذربایجان، ترکیه، گرجستان، آلبانیا، فدراسیون روسیه، چین و هندوستان نوروز رسما و با شکوه و شهامت تجلیل می گردد. برای ما تاجیکان مایه افتخار است که جهانی شوی نوروز نتیجه اقدام پیگیرانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان می باشد. امروز نوروز عالم افروز در تمام عالم شناخته شده و مردمان دنیا آمدن آن را پزمان می شوند. دوستان ارجمند، ما از آن هم افتخار داریم که دیگر مردمان حوزه فرهنگی نوروزی نیز در این جشن فرخنده یکدیگر را با عباره فرحبخش نوروز مبارک تبریک میگویند. در سطح سازمان ملل متحد با حیث جشن جهانی پذیرفته شدن نوروز عجم هرگز تصادفی نیست. این اقدام مهم است نه فقط در رشد تمدن معاصر فعال نیک است، بلکه گواه آن می باشد که امروز جهان بیش از هر وقت دیگر به ارزش‌های عالی معنوی و اخلاقی فرهنگی نوروزی نیاز دارد. جمهوری تاجیکستان همچون یکی از کشورهای بنیادگذار این جشن بزرگ در سطح جهانی برای حفظ ارزش‌های نوروز و گسترش آن نقش باسزا دارد. نوروز امروز نیز مثل 1000 سالها پیش مردم را به هم می‌آورد، به آنها شادی و نشاط عطا می‌کند و احساس همدلی و دوستی را تحکیم می‌بخشد. نوروز همیشه عید است که عید خیرخواهان است و ببینید در این عید
همه یکسان تجلیل کرده میشوند، همه در گرد یک دسترخوان جمع می آیند و زمینه فوندامنتالی و محوری نوروز، هدف نوروز وحدت کامل است و این ندا به جامعه بین المللی بود که باید ما در صلح، آزادی و آرامی زندگی کنیم. در مورد این تشبس‌های جهانی پیشوای مذهب ملت فقط امروز ما نمیگوییم، بلکه مردم فارسی زبان مثلا همزبانان خیلی زیاد علاقه در شبکه جمعی چندین نفر من دیدم که بسیار با خرسندی، بسیار با شادی از همین تشبس‌های جهانی پیشوای مذهب ملت مثلا در ساحه فرهنگ بسیار خوب استقبال میکنند. در محور سیاست فرهنگ پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جشن نوروز یک موقع و منزلتی مهم و کلیدی دارد. در این سیاست پیشوای معظم ملت نوروز نه تنها یک جشنی به اصطلاح عادی، بلکه یک مجموعه دانش‌های فلسفی و ادبی و فرهنگی محسوب می‌یابد. خیلی که ما میگیم که ورزش قاصد صلح است، نوروز هم قاصد صلح است. خصوصیتی متحد کننده دارد، خصوصیتی سفربر کننده دارد و نوروز بیداری طبیعت و تفکر انسان است. از این نقطه نظر جهانی شدن نوروز معنای اون را دارد که نوروز خودش معرفیگری ملت تاجیک است و با زبان شیوای تاجیکی در دنیا مثلا خیلی جشن نوروز را تجلیل میکنند. از این نقطه نظر ما بار دیگر در کجایی که شما امروز اگر ببینید که در امریکا هست، در ایتالیا هست، در کجایی که اگر نوروز رو جشن میگیرن حتما یک کرته چکن کسی پوشیده است یا که یک تاق چکن در سرش است، یک لباسی مثلا ملی تاجیکی که واقعا این عنعنه‌هایی هست که معرفیگری ملت و دولت ما هست. باید گفت که در مسیر تاریخ طولانی خلقمان نوروز عجم در برابر زبان تاجیکی بنیاد خودشناسی تاجیکان را تشکیل داده است. اگر زبان تاجیکی حامی آثار فراوان و جاویدانه علمی و ادبی و حافظه تاریخی مردمی ما باشد، جشن نوروز در برگیرنده و نگاه دارنده سنت‌های زنده خلق، رسم و آیین‌ها و فرهنگ ملی می باشد. از این رو ما باید به خاطر حفظ اصالت خود به این ارزش‌های بی‌بهای ملی امان همیشه ارج گذاریم و آنها را چون گوهرک چشم حفظ کنیم. اگر مفهوم خویشتن شناسی رو ما به عمارت تشبیه دهیم، اون میتواند تنها دو ستون مستحکم داشته باشد که یکی این نوروز است و دیگر زبان. محض این دو ارزش ملی در درازای تاریخ توانست که هویت و خودشناسی ملت ما را نگاه دارد. پیشوای معظم ملت سال 1993 در سازمان ملل متحد با زبان ناب تاجیکی برآمد کردند و جهان زبان تاجیکی را شنید و از این بعد در هر جلسه سطح بلند جهانی، در هر یک بین‌برهای بلند جهانی که پیشوای معظم ملت برآمد می‌کردند با همین زبان ناب تاجیکی و با نام گرفتن اون که ما میراثبر همین تاریخ هستیم، میراثبر همین جشن‌ها هستیم، احیاگر همین جشن‌ها هستیم و باید جهانیان با ما باشند، از ما آموزند و ما توانیم امروز هم در رشد تمدن انسانی سهم مؤثر خود را گذاریم. ما افتخار داریم که تاجیکستان برحق وطن نوروز، صدد، تیرگان و مهرگان است. هر کدامی از این جشن‌ها تاریخی بیش از 6000 ساله دارد و این دلیل نیست باعث افتخار ماست که نوروز باستانی امروز جشن جهانی گردیده است. همین است که زیاده از 6000 سال نوروز همچون جشن تحمل پذیری و سازندگی، آبادی و تمیزکاری مردم را به کار و پیکاری سازنده دعوت می نماید. اهدای خوشحالی و سرور و شادمانی برای تمام مردم جنبه اجتماعی این جشن بزرگ اجدادی را بر اعلی تجسم می نماید. بنابراین آبادکاری، سازندگی،
هماغوشی با طبیعت زنده و بیدار، بخشیدن گناه‌های همدیگر، دور کردن کینه و عداوت و در یک لحظه نوروزی جمع آمدن از جمله سنت‌های دیرپای نوروز باستانی است که با تشبث و ابتکارات پیشوای معظم تاجیکان سال به سال با شکوه‌تر و پرجلوتر و جهانی‌تر می‌گردد. نوروزی عالم به شرافت به سعادت اهدا شو ای بنی آدم زی محبت احیا شو. نوروزی عالم به شرافت به سعادت اهدا شو ای بنی آدم زی محبت احیا شو. نوروزی عالم به شرافت به سعادت اهدا شو ای بنی آدم زی محبت احیا شو. نوروزی عالم به شرافت به سعادت اهدا شو ای بنی آدم زی محبت احیا شو. نوروزی عالم به شرافت به سعادت اهدا شو ای بنی آدم زی محبت احیا شو.